از موی سرت میدارن و الاقدام از قدمهات میدارن. در دست ملائک فقط موی سری تو و همون پا کف پای تو در دستش است. چی کارش میکند؟ وقتی وی برداشت خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، بردارید و در جحیم پرتایدش. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، اول در زنجیرها پیچانیدش، با زنجیرها پیچانیدش و بعد از آن تا که حرکت کرده نتواند، بعد از آن در جحیم پرتاییدش. کدام جحیم؟ کدام دوزخ؟ همان دوزخی که الله در قرآن میگوید سأصليه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم با بندگان خدا دوزخ خبر ده که دوزخ چگونه دوزخ است. امروز در زبان ما بسیار عادی رانده می شود، میگن خیلی دوزخش میبرند، لیکن الله میگوید و ما ادراک ما سقر. این سوالی هست که از عذاب دوزخ باز خبر میدهد، با اونها خبر ده که دوزخ چیست. الله بیان کرد لا تبقی ولا تذر، دوزخ جایی هست که از عذابش نه نجات میابی نه در عذابش هلاک میشوی. نه از عذاب نجات یافتن است نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن میگوید ثم لا یموت فیها ولا یحیا، در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر. الله بیان میکنه دوزخ جایی هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکند. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. الله میگوید دوزخ جایی هست که رنگهای شما را تغییر میدهد، رنگهای شما را به رنگ سیاه مبدل میکند. لواحة للبشر علیها 19. پروردگار گفت من در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. 19 تا 19 9 میشود 10. 19 تا فرشته دارم که همیشه دوزخی ها را در دوزخ عذاب میدهد. حضرت ثعلبی میگه جای تعجبش نیست که یک فرشته که ملک الموت است جان میلیون های روی دنیا را میگیرد، پس این 19 تا ملائک قدرت دارد که تمام دوزخی ها را عذاب دهد. قدرت دارد گفتند. حضرت قتاده در تفسیرش میگه صحیح این است که این 19 ملائکه که پروردگار در قرآن ذکر میکند این سردار ملائکه های دوزخند، اینها با و خود یاردمچی ها دارند، دوزخی ها را عذاب میدهند. کجا میبردهند؟ جحیم میبردهند. جحیم جایی هست که انسان گوشت و پوستش باقی نمیماند. الله در سوره نساء هم چی میگوید؟ میگوید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این معجزه قرآن است. این آیت الله را ببین چگونه زیبا بیان میکند. کلما نضجت به معنای پختن است. الله میگوید وقتی که پوست دوزخی در دوزخ میسوزد، وقتی که پوست دوزخی در دنیا در همون دوزخ میپزد چی میشود؟ الله میگوید بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوست علیش میکنیم، پوستی نوش میگذاریم لیذوقوا العذاب، تا که عذاب بچشد. اینا میگوید معجزه قرآنی است. چگونه معجزه است؟ ببینین همه وقت عذاب پوست میفهمد. پوست وقتی در بالای پوستی تو یک پشه حرکت کند، وقتی بالای پوستی تو یک مورچه روان شود، در حال تو حس میکنی تمام این رگ و پیوند با پوست ها چسبیده است. اینا میگن معجزه قرآنی است که امروز علم طب هم کشف کردن که عذاب فقط پوست حس میکنه.
الله گو وقتی که پوست تو می سوزد، وقتی پوست تو می درد، وقتی پوست تو می پزد، بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوست تو را ما عوض میکنیم. با چی خاطر؟ لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشی، تا که عذاب تو حس کنی. چگونه که در پاره 29 قرآنم سوره قیامت باز هم معجزه قرآن خدا بیان میکند که بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما قادر هستیم، قدرت داریم که در روز قیامت تمام جسم تو را جمع کنیم از آنچه بنانا گفت پروردگار، حتی سر انگشت تو را جمع کنیم. امروز دیدن که سر انگشت در دنیایی که اگر انتخابات رود همون سر انگشت ها را رنگ میکنن و بعد در بالای کاغذ میگذارن، در کامپیوتر میگذارن. ببین به خاطر چی است؟ به خاطر که نوک انگشت پروردگار برای چیزی ذکر کرد، برای که آن خطهایی که در سر انگشت است در تمام دنیا اگر میلیارد آدم باشد، سرای خطایی که انگشت هستند در انگشت هستند اینا دیگرگونند، هیچ وقت از دو آدم یک خیل نیست. ببین در دنیا رنگ یک خیله هست، چهره یک زیله هست، ریش یک زیله هست، چشمها یک خیله هست، لیکن سر انگشت یک خیله نیست. اینا میگویند چی هستند؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که میسوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جاش کار میکنیم، دیگر عوض میکنیم، در جاش دیگر میمانیم. از آن جمله بعداً چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر و یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم سلوه، الله میگوید باید پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد معلوم میشود که وای از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبتا، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتن ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان حتی انتهى الى قعرها، روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند، الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتی بجهنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید، انا همین دوزخ 70 لجام دارد، 70 لجام. همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان ویا به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائکه. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیا هستن اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟
الله الحال بیان میکند کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتند، کسی در آخرت نامه اعمال با دست چپ گرفت. کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کزینا و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن، برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستند که دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمان و پروردگار نداشتند. اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند. اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند. اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینا کسانی بودند که در دنیا مبارزه با ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ می کردند. اینا از همون طایفه است. امروز اسلام ما و شما عجیب یک رنگ گرفت، عجیب یک رنگ گرفت. در مسلمان و در مؤمن حیرت میمانی که وی مسلمان است یا مؤمن است دیگر شناختش نمی شود. چگونه که امروز دخترها و خواهرهای ما و شما لباسهای مردانه را پوشیدن که دیگر جدا کردن نمی توانیم این مرد است یا زن، امروز مسلمان ما را فهمیدن نمی شود که این چگونه مسلمان است، این چگونه مسلمان است. حالا که پروردگار با تمام مسلمان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار چی میگوید؟ ای کسانی که ایمانی و پروردگار دارید، در خلوتی با پروردگار جنگ نکنید. در ظاهر خودتان مسلمان و مؤمن نشان میدهید لیکن در قفا شما مثل گرگ درنده هستید. ای کسانی که ایمانی و پروردگار دارید در اسلام با پررگی داخل شوید. برخی از مفسران کافر حالی از ادخلو میدانند. معنای چی میدهد؟ معنای این که شما با زبانهاتان به اسلام درآیید، با دلهاتان به اسلام درآیید، با پایها و با دستها و با شکمهاتان به اسلام درآیید. مقصد با زبان تو مسلمانی ولکن دل تو منافق است. در پهلوی برادر مسلمان 5 وقت نماز میخوانی لیکن تو فاسق هستی. این گونه مسلمانی تو لازم نیست میگوی. در اسلام تو با پررگی داخل شو. امروز مسلمان دروغگو، امروز مسلمان کینه، امروز مسلمان صاحب حسد، امروز مسلمان صاحب بخیلی، امروز مسلمان پارخور، امروز مسلمان رباخور، امروز مسلمان پدر و مادر احترام نمی کند. امروز مسلمان زبان دشتم دارد. امروز مسلمان نام مسلمانی دارد لیکن پایش اصلا مسجد دیدگی نیست. امروز مسلمان های ما اگرچه مسجد هم که آید، اگر حلقه نشینند غیبت فقط مردم مسلمان هم میکنند.
مسلمان از سنگ میزنند، علیه مسلمان و مسجد مبارزه میبرند. آیا همین انسان تعجب در نمیارد همین اسلام؟ تو چگونه مسلمانی؟ این گونه مسلمانی نیست. پروردگار صفتهای مسلمان را بسیار یاد کرده است. 5 وقت نماز دارد، لیکن در ماشین دخترهای مردم سوار زنا دارد. حبیب خدا لا یزنی زان حین یزنی و هو مؤمن، میگوید رو تا سیاه میکنی تو. حبیب خدا میگوید تو دروغ میگویی، تو زنا میکنی، با زمانی که خودت مؤمن میشماری. و یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیغمبر خدا گفت نخواه مؤمن دزد باشد، وای دزدی میکند حالا که وای خودش را باز مؤمن میشمارد. و یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن، عرق همه برداری میخوری باز میگوی من مسلمانم. تعجب آور است. حضرت بایزید خدا رحمت و مغفرت کند، یک قصه ذکر می شود در کتاب که خدا رحمت کند، حضرت مولانا جلال الدین رومی را که در نظم در آورده است. عجیب است، عجیب. بود گبر در زمان بایزید، بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید، کی چی باشد گر تو اسلام آوری، تا بیابی 100 نجات و سروری. یک گبر بود میگوید در زمانهای حضرت بایزید بسطامی، اولیای خدا، دوست خدا، مجاهد در راه پروردگار. یک گبر شاید شما در مصرعهای شعری فهمین که میگن در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، گر به پیری میرسد گبر مسلمان میشود. گبر در لغت معنای آتش پرست میدهد، کسی که پیروی دین آیین زردوشت است و یک گبر میگویند. در تاریخ نفحات الانس میگوید که همین گبرها همراه مغان 5000 سال سلطنت داشتند، 5000 سال آتش پرستی کردند. 5000 سال آتش پرستی، آتش را در دادن، گفتن همین خداست، از همون مدد طلب کردن. از این در گمراهی دیگر هست. آتشی که خودش افروخته میکند و خودش خاموشش میکند. گبر آتش پرست میگویند. 5000 سال همین گبرها و مغان سلطنت داشتند. مغها گفته، مغها این روحانی زردشتیان است. گویم آدمی که یک روحانی است، یعنی یک عالمی دینی زردشت، مغانها میگویند. مغانها با در درجه پسترن از مبدان یا مبیدان میگویند. مبید و مبدش همون گویم که اکن دانشمندهای عالی دینی زردشت، بعد مبد میگویند. گبر خلاصیت آتش پرست، یک آتش پرست بود. میگوید بود گبر در زمان بایزید، یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بسطامی. گفت او را یک مسلمانی سعید، یک مسلمانی سعید آمد و یک مسلمانی نیم کالای دیگر آمد گفت ای آتش پرست، گفت آخر از زمین آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی و یک دم کندران افتی بسوزی، اگر زمانی که یکی نافهمیده در داخلش دنی هم زمانتر هم میسوزاند، نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان. دین حق دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگرچه امروز بعضی به انصافا بیچارها با آرد و با روغن و با پول عوضش دارند، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین دین نجات است و برای این دین کوشش ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم.
اگر چند گو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری با یزید گو من ایمان آوردگی هستم، ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟ گبر ما را میگوید اکنون، به ما میگوید باز ایمان گر خود ایمانی شماست، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اگر همین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیمکاله، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، گبر گفت همون مسلمانه، آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون تو را بیند آن باطل شود. اگر همین انسان گفت خواهد که اسلام قبول کند، همین مسلمانی تو را ببیند، گفت مسلمان نمی شود گفت. همین ایمانی تو را بیند، گفت و ایمان نمی آرد گفت. برای چی؟ زان که نام بیند و معنا نه، زان که نام بیند و معنا نه، تا بیابان را مفازه گفتنی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. میگوید زیرا که آخر در شما فقط همین نامش ماندگی است، عملش نیست دیگر، غیرتش نیست، ناموس اسلامی نیست. گفت زان که نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. بیابان گفته یک چولستان هم میگویند، مفازه گفته گلستان هم میگویند. آیا میگوید فرقی بین بیابان و گلستان فرق هست؟ انا گفت از ایمانداری شما هم گفت بیست همینه. شما ایمان دارین لیکن از گلستانش درک ندارین، از عملش بیدرک هست.